این هفته خبر تو خبر داره براتون از زرشکیانی که این روزا حسابی به پرت و پلاگویی افتاده و مدام آه و ناله میکنه. از همون روز اولی که مسئولیت به عهده گرفتیم با این اتفاقات بد شروع شده و هی اتفاق بده که داره میاد، جنگ و همه این مشکلاتی که هست، پشت سرش کم آبی، ناترازی برق، ناترازی بنزین، ناترازی مالی، ناترازی، یعنی هر جا رو نگاه میکنید اون اتفاقات بدیه که ما باش مواجهیم. کارشناسای حکومتی همین اعتراف درمانی زرشکیان رو هم زیر علامت سوال میبرن و میگن دولت دروغ میگه. اینا که میگن ما پول نداریم دروغ میگن که پول نداریم. همین الان دولت 95 میلیارد دلار پولی که صادرات ارزی بوده برنگشته پولش به کشور. بعد من رئیس جمهور میگه ما 1 میلیارد دلار الان نداریم که بتونیم. خب از اون 95 میلیارد دلار 80% مال بنگاه‌های دولتیه، یعنی مدیر عاملش رو دولت تعیین میکنه. چطور میشه که این سیستم نمیتونه جواب نمیده؟ یعنی ما نمیتونیم با خلاصه که زرشکیان میخواست افه مدیریت بیاد اما کله معلق زد. توی این اوضاع و احوال اون چه که چرخش میچرخه قلومبا کردن مال و اموال مردمه. مثلا همین کالاهایی که وارد میکنیم، کالاهای اساسی که وارد میکنیم یه حجم عظیمی یارانه داره میگیره. 58% این یارانه، این کالاهایی که وارد میشه از طریق قاچاق معکوس داره از کشور خارج میشه. به طور مثال روغنی که در ایران با یارانه تولید میشه 80 سنت قیمتشه، اما در عراق $5 قیمتشه. خب مشخصه اون توزیع کننده قاچاق معکوس میکنه و صادر میکنه به عراق. الان عراق، افغانستان، پاکستان، اینها همه دارن از یارانه‌ای که به مردم دارن میدن استفاده دارن میکنن. ببین 40% مواد غذایی شهرهای مرزی عراق با ایران رو از محل یارانه ما دارن تامین میکنن. از اون طرف مازوت میسوزونن، از اون طرف کارشناساشون میان توی تیوی ریش برای رفع آلودگی هوا از این نسخه های مسخره میپیچن. طب سنتی چه راهکاری برای آلودگی هوا داره؟ چه کارا خودمون میتونیم تو خونه انجام بدیم؟ چند تا راهکار هست، بارام تو برنامه گفته شده. چند تا پیاز رو رنده کنن بذارن جای مختلف خونه، سیر رو رنده کنن بذارن جای مختلف خونه و یا نارنج. اینو هر روز 1-2 بار هم اگر بشه قاچهای جدید بدن که اون هوا پخش بشه. یه راه دیگه همینه که میتونن یک سیب یا یک به رو توش خالی کنن، توش گلاب پر کنن بذارن روی حرارت غیر مستقیم مثل شوفاژ، مثل بخاری یا روی کتری. هر بارم یک لگدی از استبل ولایت نثار پک و پهلوی زرشکیان میشه. در مورد قضیه افزایش قیمت بنزین واقعا شگفت‌آوره. یک نفر باید دولت محترم رو هماهنگ کنه. خانم سخنگو یک موضع میگیره، بعضی از مسئولین در وزارت نفت موضع دیگری میگیرن. یکی میگه خودروهای صفر رو سهمیه بنزین نمیدیم، دیگری میگه میدیم. در مورد خودروهای دوگانه سوز منطق تصمیم دولت مشخص نیست. آیا این بود همان دولت متخصصین؟ این دزد سرگردن هم برای گرون کردن بنزین اینطوری بازارگرمی میکنه. من معتقدم که ما مستحق مدال طلای جهانی حماقت هستیم در نرخ‌گذاری راجع به سوخت. ما 4 بشکه نفت سفید رو داریم میفروشیم $1، در حالی که 1 لیتر نفت خام $0.5 فراورده قیمتش بیش از نفت خامه و یه ده با اصلاح قیمت مخالفت میکنه. من فکر میکنم اینا مخالفتشون دوستی خاله خرس است. یعنی میان میگن آقا سوق گرون بشه همه چی گرون میشه، فقرا زیر دست باله میشه. اگه سکه 1 رو داشته باشه میشن، اما سکه 2 رو داره. این پولی که ما داریم یارانه میدیم مثلا به بنزین، خب کی بیشتر بنزین مصرف میکنه؟ هر کی پولدارتره. اینجاست که ریزشی‌ها فرصت رو غنیمت میشمرن تا عضبا رو بندازن تو جاده زهرخوری. یکیشون اینطوری میگه: معتقدم مجموعه این مسائلی که ما الان باهاش روبرو هستیم یه جور
شاید این حرف در ابتدا یه مقداری غیر منتظره به نظر برسه، من میگم موهبت الهیه. یعنی برخلاف اون که یه دی ممکن فکر کنن اینا نقمت الهی است، عذاب الهی است، من معتقدم نعمت الهی است. ما از این فرصت استفاده کنیم، محک بزنیم، سیاستامون رو مرور بکنیم. یکی دیگه شون هم به عظما میگه تغییر سیاست بده. راهش هم خیلی ساده است. هر سیاستی و هر استراتژی که تا الان اجرا شده و جواب نداده بذاره کنار، تغییر بده، مسیر جدیدی رو انتخاب کنه. خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با قمپوزی از این پاسدار کله پوک شروع میکنه. این ور اون ور تو نماز جمعه میریم، تو راهپیمایی میریم، تو مجالس میریم، اینا میگن، حالا میگن اگر این بار یه فرصتی پیش اومد، یه غلطی کردن، فرصت جنگیدن پیش اومد، مشغول زمایید اگر پایان بدید، تا محو اسرائیل این کار ادامه بدید. یادی هم بکنیم از این یکی که تو مسابقات پرت و پلاگویی حرفای زیادی برای گفتن داره. در حالی که همین بیدوه در بین راتش گم میشد. یعنی یه گونه قارقارکی دارن با بیش از 35 سال سن، با چه بدبختی الان از اون 20 خورده بیدو فقط 7 تاش میتونه عملیاتی باشه، که هر یه عملیاتی هم که میکنه معنی نیست که برگرده. میگن توی فرودگاه هونولولو توی مثلا اقیانوس آرام مجبور شده بشینه، اونم چه مصیبتی داشته. ببین فرسوده از غرب. آمریکا داره فرو میپاشه، ما اینو باور کنیم. البته پاسدار سلیمانی هم خواب و خیالای زیادی داشت. مثلا میخواست نیابتی‌های رژیم رو رسمی کنه، اما کتلت شد. ما همه تلاش اینه که فاطمی رو یه لشکر بزرگ انشاءالله این به لحاظ هم در تهران هم در اینجا هم در مسئله اولا داریم دنبال می‌کنیم که همه‌شون رسمی کنیم. بله. نگیریم. همه رسمی کنیم، پاسدار رسمی. حاجی به لحاظ کیفی حاجی ما هنوز خیلی کمکمون میلنگه. این توجه ویژه شما دستتون در نکنه. حالا تو فضای مجازی چنین کلیپ‌هایی برای عظما می‌سازن. تیویریش هم برای که دل بسیجی‌ها خالی نشه، این نجم آرپیجی‌ها رو میاره تا جلوی دوربین از این نمایش‌ها بازی کنن. عرض ادب و سلامم به رهبر معظم انقلاب رو همینجا میرسونم که نائب بر حق امام زمان هستند و جان ما فدای طول عمر برکت حیات ایشون باشه انشاءالله. خیلی بیشرف دروغ میگه، دروغ خیلی چپون دروغه. این هم یکی دیگه از برنامه‌های تیویریش برای وصل پینه زدن به عبای پاره عظما. چون واقعا آقا کسی بودش که میگم من خیلی گارد داشتم نسبت بهشون و هر کسی حتی ذره‌ای بره در مورد آقا مطالعه بکنه به حقانیت ایشون پی میبره و حتی اگه کسی بخواد این حرف منم نقض بکنه بره در مورد آقا بخونه و خودش متوجه میشه که ایشون واقعا چه آدمیه و برای کشور ما چیکار کرده. حتی اگه واقعا ایشون نبود کشور ما تو چه موقعیتی قرار میگرفت. نیازی به خوندن این حرفا نیست. ببینید یکی از بازیگرای سینما و تلویزیون خود رژیم درباره خدمات عظما به ایران چی میگه. ما همه چیز رو تموم کردیم آقای گولو، همه ماها، مخصوصا کسایی که وایستادن اون رأس. ما آب رو تموم کردیم، ما هوا رو تموم کردیم. البته از اونجایی که این نمایش‌ها دردی از بسیجی‌های ریزشی دوانه میکنه، امام جمعه های رژیم دست به دامن این تهدیدات شدن. هر کسی اظهار تنفر کنه نسبت به حسین علی بزرگوار نایب امام زمان قطعا حرامزاده است. بدبختا پای همین تهدیدات هم نمیتونن وایستن. این امام جمعه خامنه ای بعد از این حرفاش مجبور شد استعفا بده.
مشنگ بعدی این پاسدار خالیبافه که به فضای مجازی میگه فضای مزاجی، به تلگرام هم میگه تلگرام. اون وقت اومده در همین رابطه سخنرانی هم میکنه. ما واقعا در جلسه سران روی بحث کردیم، در شورای فضای مزاجی بحث کردیم، نهایتاً یک طرحی در شورای عالی بود. الان بحث تلگرام یکی از بحثاست دنبال میشه و از اون طرف هم اونجا مصوب شده تلاش کنیم که حتی ما یه پلتفرمای خارجی. این رئیس استبل ولایته، همون استبلی که اعضاش اینطوری تایید و رد صلاحیت میشن. عددش هم عدد سنگینی بود، فکر کنم کیسه پر از ساک پر از دلار و یورو و اینا بود. خودش میگفت 200 تا 300 میلیارد اون موقع. گفت اینو بگیر بیا برو دنبال کار دست از سر ما ورد و بگو واردات ماشین منتفی. یا حالا ما قبول نکردیم. همونجا که من داشتم از ماشینش پیاده میشدم به من گفت که اینو میرم خرج رد صلاحیتت میکنم.